سلام بچه ها، چطورید بچه ها؟ بالاخره شد. بالاخره من یک اکانت خفن و گادو گرفتم که برای شما بتونم ویدیوهای قشنگ بزنم. خلاصه این مطلب آره دیگه بتونم براتون ویدیو بزنم، برین یه نگاه بندازیم میبینیم که به 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 4 تا گان لژندری داره. البته این فول خزه که بندازش کنار، دوتاش فوله. دوتاش فوله. باید بریم پایین و پایین تر. عیبی نداره گاناش کمه ها، چون گاناشو باز بعدا آره فول گردونه براش میزنم. عیبی نداره. این سلطان نکس لژندری رو داره. آخه کجای دنیا رو دیدین نکس لژندری رو داشته باشه؟ الکی دارم میگم و میدونم همه نکس رو دارن. بعد آرتری سلطان هم داره. یکم هم که بریم جلوتر میبینیم 10 چاپل لژندری هم داره. صد رحمت به چاپل لژندری، به خدا. جت پک و چتر هم داره. ببین مثلا اکانت فول مهندسیه. آره خلاصه اکانت فول مهندسیه. چی شد؟ میخواستم برم تعداد دامینجاش نشونت کنم. تعداد دامینجاش هم 1,574,000. اوکیه، بعد چیزی نیست. بعد اگه بیایم البته کالین کارتش اینا هم که اصلا مهم نیست. بریم سراغ گیم. بقیه چیزا نشونت میدم بچه. قبل از هر چیزی که بخواین گیم اینا ببینید لایک و انگوش کنید که یوتیوب خیلی داره اذیت میکنه، بعضی از صحبا رو داره میپرنه. خلاصه اشتماعی لایک و ساب و فراموش نکنید. بریم سراغ گیم پلی. به نام خدا، عادل فردوسی هستم. اومدم با گزارشگری بازی کال آف دیوتی موبایل. بچه اینجا داشونی میره لند میکنه سل هاوس. کجا؟ سل هاوس. نگاه کنید حتما اینجوری بید سل هاوس. هاوسشو کش بدید، بگید سل هاوس. کجا؟ سل هاوس. آره خلاص یه چیزی دیدم ولی پرید با این حوصله‌ام نداشتم برم دنبالش، چون تازه از خواب پا شده بودم. رفتم یه لوت خوبی بزنم بعد بیام اینور ببینم. داشت یارم رو ناکش کردم که خیالی نبود. رفتم یکم جلوتر آمردم و پر کردم و اینجا اومدم یه سن این سگ ترسیدم. 1 نفر 2 نفر 3 نفر یادم داداش من نمیام، من میدرم، من میترسم. خدافظ. یارم همه ناک شده بودن، نمیتونستم هیچ کاری کنم. رفتم یکم جلوتر اینجا یه ریفیتر انداختم وردونم تا اینا ریوایو شن دیگه. هیچ کار نمیتونستم بکنم. برم یکم گانا لوت کنم و فلان از این حرفا. آره خلاصه این حرفا که هیچی نیست. بعد میخوام یه چیزی بگم بهتون. دوست دارین که مثلا ویدیو اتچمنت رو بذارم هر سیزن به سیزن؟ اگه دوست دارین که تو کامنت ها بگید. اگرم دوست ندارین فدای چشمات. یه انمی باتنما رو دیدم خیلی راحت زدمش. انمی باتنما بود داداش. انمی باتنما گفتن نداره، به خدا انمی باتنما گفتن نداره. میگم بیا بات یه ساعت ریفیترم منتظرم پوش بندازم. اصابم رو خورد کرد. بعد این آقا بیاد با یه تیر ببره. از کجا میدونی آقا؟ شاید خانم فرقی نداره. حداقل کیلش کردم دیگه، برام مهم نبود. بریم به سمت پایین سل هاوس ببینیم چی داره. داداش CR4. بریم جلوتر. یا بسم الله الرحمن الرحیم. قول والله اصلا یه دونه نه. بیا پایین داداش. برو یا اول فاز میخوای من اسم کنیم؟ مگه فکر کردی مزیار رنگی داداش؟ بیا پایین داداش. آره سمت داشتینه هیچکی نمیتونه منو اسم کنه. آره خلاصه نه من نه یارامو هیچکی نمیتونه اسم کنه. پینگم هم رفت بالا ولی ایوی نداره. برم آرموردو پر کنم. یه دونه آرموردو بزنیم بیایم بالا اینا رو یکی به یکی کیل کنیم و اسنایپرشون رو بدوزیم و بریم همه رو هدشات کنیم و آره بچه اگه دوست داریم من با لهجه های مختلف بیام مثلا تو ویدیو صحبت کنم حتما تو کامنت ها بگین. عیبی نداره میتونم صحبت کنم. مثلا نگاه بره ما هم میتونم مشیدی صحبت کنم، هم میتونم سبزواری صحبت کنم که اینا هنوز زوده. ولی خب داداشمون دوباره اینجا ریور کرد. یه هد ناز انداختم بهش عشقی. به این داداشمون انداختیم و سما کردم بهش گفتم داداش دیگه تو نباشه بخوای منو با یار دستی بزنی. بچه راستی قبل از این یه فشاری خوردم، رفتم براتون ضبط کردم وایس همه اینا رو. بعد اومدم میبینم که
هیچ کدوم از صداها ریکورد نشده. من اگه فشار خوردم گفتم مشکل از چیه، خدای از میکروفونه از چی. وای اینجا رو نگاه کنید 3 نفر دارن به تجاوز زوری میکنن. آره دیگه نگاه یه نفر پشتم داره اسم میکنه. داشمون اومد مثلا راش بهم بده گفتم بیا پایین داداش. گفتم تو بیا پایین، تو مال این حرفا نیستی، تو مال شستن ظرفای. گفتم یا اول فقط گفت اومد داش تو بیا پایین، تو اصلا با من صحبت نکن، تو مال این حرفا نیستی. گفت آره داداش من اصلا مال این حرفا نیستم. اومدم اینو سیو کردم دیدم از بعد یه اسنایپر زد پس کردم گفت بشین سجاد بدبخت. گفتم گو خوردم به خدا. گفتم به خدا گو خورد. بعد صدا پاشو گرفتم گفتم بیا برم این کاور نازیه گرفت خشابم پر کنم. داداشمون اومدش گرفتم بیا پایین داداش اون دیل زیلات حق تو نیست، دیل زیلات حق منه. پول داره بده برم فول کنم. تو که پول داری فولش کرده. خلاصه از کجا فولش کردی؟ شاید فول نکردی از نمیبوده نمیدونم. رفتم دیلش رو لود کردم آنوردم و پر کردم. رفتم یکم جلوتر فقط هد مینداختم علکی. برو بالا داشتینی هیچی نیست. تو با سلطان نباید از هیچکی بترسی. آره سلطان نکس داره بیوایم اومد دست دیگه. چی میخوای؟ فقط بگو چی میخوای تو. بگو چی میخوای. هیچ نمیخوای دیگه. داداش من ریج ندارم نزن تو رو خدا نزن. جم یارم میگیره روی اینو بزن. نه دیگه یارت داره میزنه ولش کن. تو که لوزی میشه اگه بخوای بزنی. نزن نزن. اگه بزنی گی. آره دیگه من حرفمو گفتم داداش. مگه مال تو ریج داره که میخوای رو اونجا بزنی؟ مگه مال تو ریج داره که میخوای رو اونجا بزنی؟ داداش مگه تلکابین علکیه که تو بخوای بعد هیدشو بزنیه؟ نه داداش علکی نیست. به خدا بخوای هید یارو رو بزنیه بعد الان رفتی کمک یارت. وای تو چقدر خوب به یارت کاور میدی. ده سریز یارت از اون موقع داره تلف میشه. داداش بمی داداش 2 تا شات خوری تو رو قرآن. داداش واسه من کاورش 20 گو خوردم. 24 دمیج داد. من به کی بگم شاتام وان شات نمیکنه. 24 تا داره دمیج که وان شات چیه به خدا. وان شات. حالا بگذاریم از اون باز یکم بریم جلوتر. بات چه ریج نشد داداش. انمی باتنم باشمون انمی باتنم بودی نه. چرا اسکواد این شامدی همشون انمی باتنم به خدا نمیدونم چرا. داداش یه هدمون نشه شد دیگه. از موقعی تو بخوای اسنیم در بیاری هدت رفته. دستو گذاشتی رو گانت هدت رفته. آره من هیچ گوی نیستم. فکر نکنید من الان مثلا مازیار بنگم امید سیکسم بپرم دلی زمینم یکم از 10 کیلومتری بپرم بخوام هد شات بزنم اونم هد شات یارو بخوره بگه لا نه نمیخوره. من ریج ندارم به من نگو بس کن. من ریج ندارم. خب الان اینجا باشینست اومده اینجا الان کاور گرفتی. منطقی بسیار کار خوبی کردی. اوکی لفت و بلو. آره ببینید دوباره یا حضرت عبدالحسن بغری چه همه صدا پا زیر پاته. داداش من میگم ریج ندارم شما میگین چرا ریج داری. کجا ریجه به قرآن؟ یه دونه میز میدی بعد اگه خدا بخواد اگه وزیر ارتباطات ما رو دوست داشته باشه میخوره به یارو. اگه دوست داشته باشه داداش خب تو الان که اسم میشی چرا داری به من داری نگه گوشه سبه زده والبنگ با اینکه والبنگ نخوردی فشار چی؟ اینا رقص آره بچه لطفا ساب کنید. چیزی نمونده تا 50 تایشیم که لایوا رو شروع کنم دیگه. خلاصه خودتون بهتر میدونین. نگاه داداش الان تو چی میخواستی این وسط؟ بات مزاحم بیا فقط بات داره در میاده. جربگان اینجا بود. ترسیدم اول برم راست حقیقتش. اول ترسیدم به خاطر اینکه گفتم یه انمی از اون وره 3 تا صدا پا هم زیرم دارم. ترسیدم برم پس
اینجا مخص بازی رو روشن کردیم. ببین مخص بازی رو روشن کردیم. آره برار مخص بازی رو روشن کردم. گفتم بذار برم مخص بازی این حرفا چیه بابا، برای چسته بکش کنه نخواه. رفتم چسته کشیدم، دیدم یارو اومد میخواد یارمو بزنه. گفتم داداش تو هنوز چیز تری از این حرفایی که بخوای یارو منو بزنه. اسنایپ بخور. بعد اینجا یارمو ناک کردم میگم بیا منو بگی منم میگفتم نمیام تو رو بگیرم. گفتم نمیام. آره دیگه اینجا چیز کشیدم گفتم بذار برم، گناه داره بدبخت بی پدر مادره. نگاه 24 تا ببین. بعد اگه خدا بخواد وانشات میشه. اینجا اومدم آوردم پر کنم. نگاه یه نمی بازم خدا همینجا. ببین بچه‌ها راستی یوتیوب خیلی داره اذیتمون میکنه. تو رو خدا ویدیو رو تا آخر ببینید، لایک و کامنت هم یادتون نره، ساب و خلاصه این حرفا رو بزنید. خیلی عشقید.